احتمالاً برای شما هم پیش اومده باشه که نیاز داشته باشین مساحت قطعاتی که دارین و یا حالا هر فضایی که در اختیار دارین رو محاسبه کنید و بیاین داخل اون فضا مقدار مساحت رو درج کنید. توی این آموزش قراره با یک لیست بیاشنا شیم که این کار رو برای ما با سرعت و دقت بیشتری انجام بدیم. برای این کار لیسپ های متفاوتی وجود داره که یکی از ساده ترین اونها لیسپ Areas to Field هست که شما میتونید این لیسپ رو از طریق سایت گروه فیدار و قسمت دنیای دانلود پیدا کنین. کافیه که روی اون کلیک کنین و گزینه دانلود رو بزنین تا لیسپ براتون به طور خودکار دانلود شه. بعد از اینکه لیسپ رو دانلود کردین توی یک محلی اون رو از حالت فشرده خارج کنین و به دو صورت هم میتونید لیسپ ها رو داخل محیط نرم افزار اتوکد فراخوانی کنین. روش اولی که میتونید این کار رو انجام بدین اینه که بیاین به وسیله دستور اپلود یعنی تایپ کردن AP و زدن کلید اینتر بیاید محل ذخیره لیسپ رو بهش معرفی کنین که من لیسپ رو توی دسکتاپ قرار دادم. از این قسمت اون رو معرفی میکنم و گزینه لود رو میزنم. این پایین بعد برای شما پیغام لود شدن با موفقیت رو به نمایش در بیاد. بعد از اون روی گزینه کلوز کلیک میکنم. روش ساده تر دیگه ای که وجود داره و میتونید لیسپ ها رو وارد نرم افزار اتوکد کنین اینه که بیاین روی فایل لیسپتون کلیک کنین و به وسیله درگ اند دراپ اون رو وارد محیط اتوکد کنین که همونطور که میبینید توی قسمت کامنت هم داره پیغام لود شدن رو به شما نمایش میده. حالا زمانی که لیسپ داخل نرم افزار لود شد کافیه که بیاین شورتکات اون رو تایپ کنین تا دستور برای شما اجرا شه. شورتکات این لیست عبارت A to F هست. با تایپ کردن این عبارت از روی کیبورد یعنی حرف A، عدد 2 انگلیسی و حرف F. توی این قسمت هم شورتکات دستور برای من به نمایش در اومده و حالا کافیه که کلید اینتر رو بزنم. با اجرا شدن دستور از شما میخواد که آبجکتتون رو بهش معرفی کنید. توی این مرحله من میام بر روی خطوطی که مربوط به محدوده من هست کلیک میکنم. در قسمت پایین هم داره بهم نمایش داده میشه که یک آبجکت رو شناسایی کرده و بعد از اون میام کلید اینتر از روی کیبورد رو میزنم. حالا توی مرحله بعدی همونطور که میبینید دستور برای شما عوض شده و توی این مرحله باید بیایم محل درج مقدار مساحتی که محاسبه شده رو بهش معرفی کنیم. من میام درون محدوده مورد نظرم توی یک قسمتش کلیک میکنم. همونطور که میبینیم با کلیک کردن در هر قسمتی از فضا دقیقاً نوشته‌ای که مربوط به محاسبه مساحت هست درون محدوده من درج میشه. که حالا اگه شما میخواستیم به روش دستی و بدون استفاده از لیسپ یعنی فقط با دستورات اتوکد این کار رو انجام بدین باید میومدین ابتدا دستور اریا رو تایپ میکردین A اینتر. بعد از اون از گزینه ها مثلا میتونستیم بیایم روی حالت آبجکت قرار بدیم، محدوده مورد نظرمون رو معرفی کنیم و بعد مقدار مساحتی که داره به ما نشون داده میشه رو حالا یک جا یادداشت کنیم یا اون رو حفظ کنیم. بعد بیایم دستور تکست رو اجرا کنیم، محدودمون رو بهش معرفی کنیم و حالا عددی که محاسبه شده رو بیایم درون این فضای تکستمون بنویسیم که کار زمان بریه و همونطور که میبینین با لیست و فقط با 2 تا کلیک این کار برای ما انجام شد. حالا شاید نیاز داشته باشین یک سری تنظیمات که مربوط به نوشتهتون هست رو تغییر بدین. مثلا این نوشته نسبت به حجم کار من خیلی عددش کوچیکه و اصلا خانایی نداره و یا حالا بخواین فونت های اون رو تغییر بدین. تنظیمات مربوط به قسمت تکست برمیگرده به همون تنظیمات تکست استایلی که توی خود محیط اتوکدتون. من اگر SD که شورتکات دستور تکست استایل هست رو تایپ کنم و این منو برای من حالت نمایش در بیاد میتونم بیام تنظیمات مربوط به نوشتم رو از این قسمت تغییر بدم. مثلا میتونم بیام نوع فونتش رو تغییر بدم، ابعادش رو تغییر بدم و یا حتی میتونیم بیایم برای خودتون یک استایل جدید معرفی کنین. مثلا من یک استایل تعریف میکنم که مخصوص قطعات هم باشن. حالا مثلا فونتش رو از این قسمت تغییر میدم و بعد هم گزینه اپلای و کلوز. حالا مجدد دستور رو تایپ میکنم A to F، محدودم رو بهش معرفی میکنم، اینتر، درون قطعم کلیک میکنم و کلیک بعدی رو انجام میدم. حالا اگه زمانی که اومدین استایلتون رو تعریف کردین و یا استایلی که از قبل تعریف کرده بودین میخواستین نوشته ها درون اون استایل قرار بگیره کافیه که همون دستور تکست استایل رو اجرا کنین و بعد از اون از قسمت استایل بیاین روی استایل مورد نظرتون قرار بگیرین و حتما این گزینه رو انتخاب کنین که نوشته هایی که قرار برای شما تشکیل بده رو دقیقاً توی این استایل قرار بده. حالا مجدد من اگه دستور A to F رو تایپ کنم، آبجکتم رو معرفی کنم، درون
محدودم هم کلیک کنم، همونطوری که میبینید نوشته ها توی استایل جدید قرار گرفته که حالا یک سری تنظیماتی داره که من باید توی استایلم انجام بدم که اعداد رو به درستی نشون بده و برعکس خونده نشه. و مورد دیگه هم که هست اینه که اگه شما نیاز داشتین که فقط برای یک عبارتتون مقیاس رو تغییر بدین، مثلا من نیاز دارم که فقط این عددی که توی این قطعه درج شده مقداری درشت‌تر بشه، باید چیکار کنم؟ اون رو به حالت انتخاب در میارم از طریق منوی پراپرتیز با تایپ کردن شورتکات کنترل و عدد 1 از روی کیبورد میام از قسمت تکست و گزینه تکست های این عدد رو مقداری بیشتر میکنم، مثلا 14 و زمانی که اینتر بزنم همونطوری که میبینید نوشته من ابعادش 2 برابر شده. پس با این تنظیمات میتونید نوع فونتش رو هم تغییر بدین. از بابت این کادری هم که دور نوشته هاتون هست اصلا نگران نباشین، زمانی که بخواید از کارتون خروجی بگیرین این کادر توی PDF و یا خروجی گرفتن های شما اصلا مشخص نمیشه. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.